ورزشیه و پرتحرکه، به نظرم پوشیدن پیراهن و دامن اصلا مناسب نیست. سفری وسط رودخونه و جنگل و از زیر آبشار رد میشیم، برای همین من لگ میپوشم که راحت ترم باشه. بتونم برای شما ویدیو باحال بگیرم، این شومیزم روی کراپ تاپم میپوشم. این دمپایی لا انگشتو میپوشم برای اینکه اونجا خودشون کفش مخصوص میدن. کیف کمری یا کراس بادی ضد آب داشته باشید که وسایلات رو با خیال راحت بزنید داخلش رو با خودتون ببرید. بزن بریم. خیلی خفن بود، خیلی